نصرت قبول باشه. خیلی بهت افتخار میکنم. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. گفتم شرایط زندگی ما عوض شده، باید خیلی مراقب باشی. اینو بهم دادن برای حفاظت شخصی. برای چی؟ حفاظت از خودمون. الان از تو چیزی خواستم؟ ناحقه. تو نت در اومده مشخصات باباست. آدرس خونه هم گذاشتم. چیکار باید بکنی؟ میدونم هیچی. همش تو خاموشش کنم. اشتباه دیدی بود که به زن و بچه‌ت گفتی کارت چیه؟ اگه میشه نگفت تا قبل. رزوان کجایی؟ چی شده؟ نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ من از هیچ کس نمیترسم.